روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها. تجلیل روز استقلال در دوشنبه. اوکراین گفت در چند منطقه روسیه را شکست داده است. تا آغاز سال 2024 به مهاجران در کالینینگراد اجازه مسافرکشانی نمیدهند و رالیک یک ریبسرای تاجیک را بازداشت کردند. در تاجیکستان امروز 31مین سالگرد استقلال کشور تجلیل می شود. 31 سال پیش در سال 1991 بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان خود را کشوری مستقل اعلام کرد، ولی پس از مدت کوتاهی به جنگ داخلی خونین پیچید که 5 سال ادامه کرد و سبب مرگ بیشتر از 150,000 نفر شد. شام 8 سپتامبر جشن اصلی استقلال در دوشنبه برگزار شد و امروز در برنامه اخباری آزادی گزارش در این باره تقدیم میکنیم. حکومت ولایت کالینینگراد روسیه مهلت اعتباری قراری را تمدید کرد که به مهاجران اجازه نمیدهد تا سال 2024 همچون راننده تاکسی و یا در کارخانه های نانپزی و قنادی کار کنند. مهلت اعتباری قرار مذکور که سال 2021 قبول شد آخر امسال به پایان می رسد، ولی حکومت ولایت آن را تا 31 دکمبر سال 2023 دراز کرده است. در ولایت کالینینگراد صدها مهاجر تاجیک کار می‌کردند و پس از صادر شدن این قرار به دیگر ولایت‌ها رفتند. روسیه مکان کاری اقامت هزاران شهروند تاجیکستان است، ولی مهاجران از برخورد نادرست مقامات این کشور شکایت می‌کنند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 8 سپتامبر غیر انتظار به کیف سفر کرد و این زمان ایالات متحده به اوکراین و دیگر کشورهای اروپا بیشتر از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک وعده دادند. بلینکن بعد قطع ناگهانی سفر به لهستان به شهر کیف آمد و 2 ساعت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد. زلنسکی بعداً ادعا کرد که نیروهای کشورش 10 محله را در شمال و جنوب و شرق کشور آزاد کردند. در مراجعه ویدیویی در شب 8 سپتامبر زلنسکی گفت از روز 1 سپتامبر نیروهای اوکراین بیشتر از 1000 کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه آزاد کردند و شهرک بلکلیا در ولایت خرسون را گرفتند. این ولایت را روسیه ماه مارت اشغال کرد. ویتالی گانچف یک مقام طرفدار روسیه این ادعا را بی اساس نامید و گفت که نیروهای اوکراین خواستند بلکلیا را محاصره کنند ولی عقب زده شدند. الکسی گراموف یک مقام اوکراینی گفت که نیروهای کشورش در اطراف ولایت خارکوف جبهه نیروهای روسیه را تا 50 کیلومتر رخنه کردند و بیشتر از 20 شهرک و روستاها را گرفتند. ادعایی که تصدیق آن مشکل است. ساکنان منطقه رشت در شرق تاجیکستان از گرانی محصولات نیازی اول شکایت دارند. خبرنگاران رادیو آزادی هم ضمن سفر به رشت مشاهده کردند که خوراکواری در این منطقه نظر به بسیار ناحیه‌های تاجیکستان گرانتر است. فروشنده ها بلنده نرخ را به دور بودن راه و گران بودن سوزشواری ربط دادند. خواهش بسیار دارند و از راه کم ترک تشییع میکشند نمیدونند. راه از این طرف این زمستانش با وفشه قیمت داره. خینه آمدن روغن هم از شهر میبید، آرد میبید، مکرون، قند، شکر، همه چی از شهر میبید. گزارش مفصل با صحبت با خریداران و فروشنده ها را در گزارش همکاران ما در برنامه اخباری آزادی و 3 ساعت بعد همراه میبینیم. نزدیکان رمضان مرادوف بلاگر و ریبسرای 24 ساله که در میان جوانان با تخلص رالیک شناخته می شود میگویند که او با اتهام اطاعت نکردن به کارمند پلیس برای 10 شبانه روز حبس شده است. مقامات موضوع را شرح ندادند، ولی به گفته پیوندانش ماموران میلیسا او را روز 5 سپتامبر در نزد منزل زیستش در ناحیه شاه منصور بازداشت کردند. ماهیره مرادووا مادر ریبسرای جوان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا لباس رسمی نداشتند و پسرش آنها را نشناخته بحث کرده است. با گفته ماهیره مرادووا وقتی پسرش 2 نفر ناشناس را در نزد درآمدگاه بنا می‌بیند از آنها مقصدشان را می‌پرسد و صحبتشان به بحث می‌پیچد. ماموران میلیسا گفتند ریبسرا به کار آنها خلل رسانیده است.
رمضان مرادوف یا رالیک درباره مشکل جوانان و عاشقی ریب می سراید و آنها را در شبکه‌های اجتماعی نشر می کند. حالا نگاه به قربی اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را 164 سامانی، $1 آمریکایی را 10 سامانی و 24 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 16 درم مقرر کرده است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق داشته باشد. با همین برنامه ما به پایان رسید. با خبرهای نو و آخرین در برنامه اخباری آزادی ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت دوشنبه به خدمت شما برمیگردیم.